پلتفرم واکاوی عرصه‌ای است برای کنکاش در جنبش‌های اجتماعی، کارگران، زنان، محیط زیست، دانشجویی و جنبش آزادیخواهی. واکاوی تلاشی است برای بازنگری به سیاست، فرهنگ، ادبیات مترقی، هنر و پژوهش‌های بدیل سرمایه‌داری و همچنین کوششی است بر علیه ستم، سلطه و استثمار. به پلتفرم واکاوی خوش آمدید. و قبل از هر چیز منم به نوبه خود 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنانه به تمام زنان شجاع و مبارز ایران و افغانستان تبریک میگم و گرامی میدارمش. راستش بر من یک مقدار دشوار است، هم به لحاظ عاطفی هم به لحاظ فکری، که 8 مارچ را تجلیل بکنم که تعداد زیاد از دختران و زنان در افغانستان هر روزه آرزوهایشان به خاطر رفتن به مکتب و آموختن به دار آویخته میشه. حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان به مسلخ برده میشه و هر روز که میگذره رویای داشتن یک افغانستان آزاد، آباد و پیشرفته تقریبا به ناممکن خود نزدیک میشه. زمان که لیلا جان تماس گرفتن که ما باید در این روز گپ و سخن داشته باشم، فکر میکردم واقعا چه چیزه در مورد زنان ناگفته مانده، چه کار درباره زنان نکرده مانده که ما امروز بخوایم به عنوان سخنران یا به عنوان نمیدانم تحلیلگر او را ارائه بکنیم که حداقل به عنوان روزنه امید یا فرصت امیدوارانه بر زنان و دختران در بند افغانستان باشه. با وجود که مدت هاست تصمیم من همیشه می بوده، تقریبا مدت میشه که بحث نظری محور مسائل زنان در فضای مجازی نداشته باشم. اما وقتی که لیلا جان به من نوشتن که دختران ناامید هستن، من فکر کردم که خب چیکار میشه کرد که در مورد این ناامیدی با دخترها صحبت کرد. با این خاطر فکر میکنم که منطقاً مخاطب من دختران در قدم نخست زنان دختران هستند که در مجموع در افغانستان در بند دیکتاتوری و یک حکومت متوحش طالبانیزم قرار گرفتن. ما میتونم درکش بکنم به دلیل از که 6-7 سال از بهترین سالهای عمر مرا طالبان تحت همین نام، تحت همین ایدئولوژی برباد دادن و بلعیدن و امروز ما به عنوان یک زن لحظه رنجی را که زنان در افغانستان میکشن نمیتونم حس بکنم. به این خاطر فکر کردم امروز بیایم دو کلمه گپ با اینا بزنم در قدم نخست و دوم به دخترانی که پا در میدان مبارزه به عنوان کنشگر حوزه جنسیت گذاشتن. مباحث هست که فکر میکنم کمتر ما در موردش صحبت میکنیم. نخست ما میخوایم که وقتی روشن کنم که وقتی ما از ناامیدی صحبت میکنم ناامیدی هدف ما چیست و وقتی از واقع بینی صحبت میکنم هدف ما چی است. ما وقتی از ناامیدی صحبت میکنم هدف ما این است که ما ببینیم که چه نقطه های کور یا چه خلاهای به عنوان مشکل فراروی وضعیت زنان در وضعیت عمومی جامعه، وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار داره. با واقع بینی یعنی که ما چیکار کرده میتونیم به عنوان جنبش های اجتماعی، جنبش های زنان، کنشگران حوزه حقوق زنان، فعالین حقوق مدنی، چه باید بکنیم که بتونیم با واقعیت جامعه خود روبرو بشیم و امکانات واقعی بر تغییر در افغانستان جستجو بکنیم. خب من آدم بدبین هستم در مجموع در آن چیزی که بر آن چیزی که بر ما گذشت در 20 سال گذشته.
با یکی از دوستان صحبت میکردیم، مصاحبه داشتیم چند روز پیش و ما گفت که تو همیشه نیمه خالی گیلاس میبینی. اما ما گفتم که نه، من نیمه خالی گیلاس نمیبینم. همیشه تلاش میکنم که واقعیت ببینم و واقعیت همواره تلخ است، واقعیت همواره سیاه، چون واقعیت پنهان است، واقعیت نادر است، واقعیت کم دیده میشه و کسانی که خواهان حقیقت و واقعیت هستند بسیار کم هستند. انسان در مجموع به صورت غریزی دوست داره که قصه بشنوه، چیز غیر از واقعیت ببینه و در مجموع سرگرم باشه. به این دلیل از واقعیت صحبت کردن در مجموع زیاد دوست داشتنی نیست برای هر کسی. ما تلاش میکنم که تلاش میکنم حداقل در بحث‌های زنان یا گفتمان جنسیت در افغانستان که ابعاد بسیار نافکر شده ای داره و بسیار هم دچار کج‌فهمی‌ها و ابتذال کنشگری در 20 سال گذشته بوده، واقعیت ها را به دختران جوانی که میخواین ایرا را ادامه بتن گوشزد بکنم، به خاطر که این سیکل و این چرخه ای از مبارزات پیهم و شکست های پیهم اینا تصادفی نیست. اینا بخش زیادش به استراتژی های مبارزات ما و به ایده محوری ما که مبارزه با مردسالاری برمیگرده. من فکر میکنم که اگر ما در 3-4 جای مشخص توان بازبینی و خاص و اراده نقد خود و نقد خود به عنوان یک زن و نقد خود به عنوان عضو جنبش های زنان بپذیریم، امکانی که در برهه چونین وحشتناک و در بنبست این چونینی راه حل های آینده را پیدا بکنیم و مبارزات موثر داشته باشیم شاید به وجود بیاد. به هر حال این هر چیزی که ما به عنوان ایده مطرح میکنیم، ایده در ذات خود آرمان است و ممکن است آنچه که ما میگم متحقق نشه و آنچه که ما میگم واقعیت نداشته باشه. اما حداقل تلاش میکنم که بر اساس تجربه خود که حالا سال پیشتر از سال 2000 از زمانی که دختر 15-16 ساله بودم بر علیه سنت ها و ارزش هایی که زن در مجموع به عنوان یک انسان سیاسی در بند میکشید ایستادم، چی خودآگاه چی ناخودآگاه، و تا سالهای زیاد در آن چیزی که از دست ما به عنوان یک زن می آمد انجام دادم. نه به خاطر این که نمیدونم بعد بگه زنها کمک کنم، شاید هدف بعدین بود، هدفی بود که بر خودم به عنوان یک زن، یک سوژه سیاسی، یک انسانی که وجودش در جامعه ارزش داره و این ارزش همیشه ازش گرفته شده، این ارزش به خود بازگردانم. چرا ما مسئله زنان از صحبت در مسئله جامعه شروع میکنم؟ به دلیل از این که ما با بحث های انحصاری و مجرد جنسیت در جامعه موافق نیستم. من اعتقاد دارم که در هر جامعه با محدودیت فرهنگی، امکانات اجتماعی سیاسی که وجود داره، زنان با خودشان باید جامعه را متحول کنند. در غیر صورت خارج از مرزهای جغرافیایی، خارج از مرزهای سیاسی، زنان در حد سوژه های جهانی باقی میمانند که میتونن زنان مبارزه باشن، اما سرزمین نداشته باشن، اما خانه نداشته باشن، اما جامعه نداشته باشن. میتونن خواهرای فیمینیست داشته باشن اما بی وطن باشن و هر روز برای نوستالژی وطن خود در گوشهای خانه خود نمیدونم زانوی غم به بغل بگیرن. چه چیزی میتونه مثلا یک زن در یک مکان، در یک جغرافیای مشخص صاحب زندگی بکنه؟ این بحث است که ما میخوایم با شما به بعد داشته باشیم. متاسفانه وضعیتی را که ما درش گرفتار هستیم یک بنبست مطلق است، یک وضعیتی که میشه گفت دچار یک ترومای جمعی هم شدیم و خاصیت تروماها و در مجموع هر نوع تغییر بنیادین که در جامعه مخصوصا اگر در شکل پیش بینی نشدهش یا تراژیکش اتفاق بیفته، نه تنها که پیامدهای ملموس مثل از دست رفتن دولت‌ها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی داره، بلکه پیامدها و عواقب بسیار دراز مدت و تعیین کننده روانی داره. و این تروماهای جمعی در واقع تمام خصوصیات یا کنش جمع چه زنان چه مردان تعیین میکنه و شما بعد از تروما یا بعد از یک بنبست خواهید دید که
در یک چون یک موقعیت مشخص عینی پیش می آید، در این موقعیت مشخص تاریخی و عینی زنان و مردان از خود خصوصیات مشابه بروز خواهند داد. اگر ما متوجه این مسئله بشیم که چقدر مثلا تروما به صورت ناخودآگاه ما را تعیین میکنه، شاید بیشتر مواظب عکس العمل‌های خود یا برخوردهای خود باشیم. حتی وقتی که میاندیشیم به مسائل ذهنی خود، در قدم نخست باید به یاد ما باشه که ما یک فرد تروما دیده هستیم و این تروما فردی نیست. بر علاوه ترومای فردی که زنان هر کدام در بخشای با روبرو هستن، ما یک ترومای جمعی را عمل میکنیم و این تروما ما را تعیین میکنه. جامعه در وضعیت تروما خشمگین است. جامعه حرف زیاده بر گفتن نداره، نه من نه شما نه دوستای دیگه ما، به دلیل از اینکه ما همه گرفتار عواطف و احساسات بسیار ناامید کننده هستیم و ما نمیتونیم، بر ما سخت است که با ذهن منفرد بخوایم در این موقعیت خود از موقعیت ترومای جمعی بیرون بکشیم. پس چه کار میکنیم؟ به صورت مشخص، چون بحث زنان است، ما میبینیم کنشگران حوزه جنسیتی، حوزه زنانه که متاسفانه بدون از اینکه خودشون متوجه باشن این تروما را در اشکال مختلف از ارج مرج فکری، خشونت، فحاشی، بی‌منطقی باز تولید میکنن و عمیقا فکر میکنن که با آن چی که بی‌عدالتی است، ستم است یا نمیدانم ناهنجاری های اجتماعی است مبارزه میکنن، در صورتی که خودشان متوجه نیستن که به عنوان یک سوژه در کنار سوژه مردانه با تولید خشونت میپردازن که چرخه خشونت در جامعه در حقیقت چی میگن، در حال گردش نگاه میکنه. چی چیزی این وضعیت تروماهای جمعی رو در تشدید میکنه؟ مردم سرخورده هستن، مردم ناامید هستن. جامعه افغانستان بعد از طالب دوباره، جامعه حتی در دور اول که طالب بود شبیه از هم نیست. به نظر من واقعی طالبان در دور دوم یک پدیده بسیار وحشتناک است که برای فهم دور دوم حاکمیت و این ارتجاع سیاسی و اجتماعی که اتفاق افتاد، ما نیاز به بازبینی فکر میکنم وسیع‌تر و دیدن دوباره و دیدن دگرگونه به مسئله طالبان داریم. جامعه پیشتر من گفتم که ما وقتی که در وضعیت تروما قرار میگیریم یک سلسله مؤلفه‌های مشخص این وضعیت تروما داره. شما شاهدش هستین، ممکنه شما مثل مواری خسته شده باشین از اندیشه و کنش هایی که در این وضعیت هر روز شما میبینین، یک رویکردهای تکراری، گفته های تکراری که بیشتر شبیه موعظه است و چیز گری از بحران باز نمیکنه، گری از بنبست باز نمیکنه، بلکه به نظر ما بر بحران می افزاید، چون نشان میده که چقدر این طیف مقابل یا آلترناتیو طالبان یا آلترناتیو طالبانیزم سرگردان هستند، چقدر با از دست دادن جغرافیایشان، خانهشان، خیابانشان دیگر چیزی برای اندیشیدن ندارن. انسان موجود مکانمند است و وقتی ما مکان خود از دست میتیم، امکان ای که بتانیم در مکان خود و در باره اون جغرافیا و مناسباتش به درستی بیاندیشیم وجود نداره. به می خاطر شما دیاسپورا یا جمعیت های که برای سالهای طولانی در خارج از مرزها زندگی میکنن، در خارج از مرزهای متعلق به خودشان، کم کم متوجه میشین که مباحث عمق نداره، مباحث واقعی نیست و این جمعیت ها قادر نیستن تا امکانات واقعی تغییر در درون مناسبات سرزمین متعلق خود به یک معنا پیدا بکنن و این حادثه به شدت به نظر من وحشتناک است. پس به نظر من از اینکه ما این کلیشه‌های فکری و راهکارهایی که روزا هم مشاهدش هستیم در شکل‌های مختلف، آکادمیک، روزنامه‌ای، فیسبوکی، تیک تاکی و با لحن‌های مختلف مثل منطقی، نمیدانم احساساتی، خشمگین، انقلابی بیان میکنیم، باید از این وضعیت بگذریم، چون ممکنه اینا بخشی از واقعیت در خود عمل بکنه، در عواطف احساسات واقعی ما را در مواجهه با فاجعه‌ای که اتفاق افتاده با خود عمل بکنه. اما
من میتونم بگم که در نهایت یک مواجهه توصیفی و دردمندانه است. یک مواجهه که ملت هایی که مسئولیت نمیپذیرند و ملت هایی که همیشه مسئول اتفاقات فاجعه باره که در کشورشان به صورت تاریخی جریان داشته دیگران را میدانند، زبانشان و روایت هایشان و حتی تحلیلشان از وضعیت یک نهایت یک تحلیل توصیفی است و در نهایت چون ما هم انسان هستیم و عواطف داریم میتونه دردمندانه باشه. من فکر میکنم به خاطر که از این بحث بگذارم که طولانی نشه، بحث من است که ما باید از این وضعیت توصیفی و انتقادی برسیم و به یک مرحله پویایی فهم و مسئولیت پذیری اخلاقی نائل آییم. این دو مؤلفه به شدت مهم است که چه در سطح جامعه به صورت عمومی باید زنان دنبال بکنن، چه در خودشان به عنوان افراد مستقل و کنشگر یا جز جنبش های عدالت های زنان. مرحله پویایی فهم و مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی آن چیزی است که من تلاش میکنم در ادامه در بحثی که در مورد زنان دارم به او برگردم و نشان بدم که چگونه یک زن میتونه واقعا مسئولانه با خودش به عنوان یک امر سیاسی، نه تنها بدنش، خودش زن خودش به عنوان یک انسان یک امر سیاسی است و ایدئولوژی ها، دیکتاتوری ها و تعصب ها معمولا شما را به عنوان خود انسان به عنوان یک امر سیاسی از جامعه حذف میکنن، چون انسانی که میاندیشه، انسانی که در قلمرو عمومی سیاسی است، هم ذهنش هم بدنش اهمیت داره و به این دلیل شما میتونین بلانس را یا یک نوع موازنه را به عنوان یک زن درباره اهمیت بدنتان و ذهنتان داشته باشین. در مباحث فمینیستی کلاسیک، شاید هم جدید، بسیاری از مانورها روی بدن زن داده شده و من فکر میکنم میتونه بدن زن یک بحث حاشیه‌ای باشه، به خاطر که آنچه که زن در تاریخ اندیشه حذف کرده نیندیشیدن است. ذهنش وجود نداره، این سرش وجود نداره و وقتی این سر و این ذهن وجود نداره، بر بدن اگر تجاوز بشه، اگر عصف بشه، اگر در خانه گذاشته بشه، چه تفاوت عملی وجود می داشته باشه؟ زمانی یک زن میتونه به یک سوژه فعال مبدل بشه که یک تعارض ذهنی خودش به عنوان یک زن و در موقعیت اینی که قرار داره و تعارض بتونه احساس بکنه. زنی که برش تجاوز میشه، حقوق انسانیش گرفته میشه، به عنوان یک بدن تقلیل داده میشه، به شدت دردناک است، به شدت وحشتناک است. اما در نهایت یادتان باشه که آنچه که جامعه نظام مردسالار را به پرسش میکشه فکرتان است، ذهنتان است. اون ذهن و اون فکر و اون اندیشه مستقل است که بدن شما را هم نجات خواهد داد. یکی از چیزهایی که بدن این زن به عنوان ابژه تاریخی و اجتماعی در تاریخ مردسالاری نگه داشتن است که زنان بیشتر مصروف مباحث اهمیت بدنشان کردن، اما در مورد اینکه یک زن اندیشمند چقدر میتونه به عنوان سوژه فعال اجتماع را با خودش، جامعه را با خودش متحول بسازه، صحبت کمتر شده. این بحث یک مقدار حال فلسفی اجتماعی است و زیاد ما نمیخوایم که داخلش بشیم. وضعیت امروز افغانستان یک سونامی خاموش از تباهی و نابودی است و این را ما باید بپذیریم. این اتفاق در ظاهر تسلط دوباره یک گروه متوحش و رادیکال و توتالیتر است، اما در حقیقت یک اتفاق به شدت وحشتناک و چند وجهی بر جامعه افغانستان است. وجه اولش چی است؟ وجه نخستش در حقیقتی است که من به شخصه با وجود تفاوت‌هایی که در نظم اجتماعی، مناسبات سیاسی و اجتماعی افغانستان وجود داره، من فکر میکنم که امکان بالقوه خوگیری مردم افغانستان به دلایلی که بعداً عرض خواهد کردم با طالبان وجود داره و اگر جامعه در مقابل طالب به یک معنا تسلیم شد، یا از روی استیصال یا به خاطر اوجوی مشترکی که در لایه‌های فسیلی و زیرین سنت با طالبانیزم وجود داره، ما همه چیز تقریبا از دست میدیم و دیگه شما در بیرون از مرزهای افغانستان تا سالها
هر چیزی رو که دوست دارین بکنین، هر مبارزی رو که دوست دارین انجام بدین. اما وقتی جامعه به طالبانیزم تسلیم شد، کار دیگه دست ما بیرون نیست. و تجربه 40 ساله ایرانیانی که در خارج از افغانستان هیچ تأثیری نتونستن روی جامعه داخل داشته باشن، بر ما و شما درس بزرگ است که یک مقدار زیاد از چی میگن، شاید درست نباشه، از خوش خیالی های خود بیرون بشیم و واقعیات و امکانات واقعی جامعه افغانستان ببینیم. امکاناتی که جامعه را این بنبست یا این بنبست تقویت میکنه در مجموع به عنوان خطر تقریبا تسلیم شدن جامعه به طالبان است. یکی سرخوردگی جامعه افغانستان از حاکمیت و نظام‌های و حتی ارزش‌های آلترناتیو مثل جریان‌های تجددگرا و حکومت‌های دموکراتیک است که در 20 سال پیش حداقل به عنوان چشم امید مردم، بخش‌های از مردمی که دوست دارن از سنت ببرن، دوست دارن حکومت مردمی دموکراتیک تجربه بکنن، این چشم امید متاسفانه کور شد. اونقدر ما در این تجربه دموکراسی پوشالی 20 سال گذشته فساد، ناتوانی، ناکارآمدی و فاجعه دیدیم که دیگه نمیشه واقعا از مردم انتظار داشت که دوباره به این آلترناتیو دل خوش بکنن. پس این خطر است که ما ایجاد کردیم. چیره های تجددگرا، جریان های ناکام سیاسی و اجتماعی 20 سال گذشته که همه چیز بر محور منافع شخصی و قومیشون میچرخید و لحظه حتی به جامعه و به فاجعه‌ای که ممکنه دامن بزنن فکر نکردن. به این خاطر ما فکر میکنم که این خطر به وجود آوردیم و این تقویت میکنه وضعیت را که ممکنه رادیکالیسم طالبان چون یک جریان خزنده به اون لایه های فسیل شده سنت و باورهای مذهبی نفوذ بکنه و این اتصال اتفاق بیفته. مسئله دوم نظم جهانی است. ما نباید غافل بشیم که در نظم جدید جهانی افغانستان به لحاظ استراتژیک و سیاسی اهمیت کمتر داره و جنگ ها و اتفاقات جدید در منطقه و در مناطق نزدیک به ما هی در حال جریان است که ابعاد پیچیدگیش یا عمق فاجعهش بیشتر است و کسانی که در طول سالها ما را کمک میکردن به یک معنا حالا ظاهرا کمک میکردن مشغول این جنگ ها و اون درگیری ها هستن. پس ما اتفاقی را که امروز به عنوان وضعیت افغانستان میتونیم بررسی بکنیم به نظر من باید در یک نظم جدید از نظم جهانی، نظم سیاسی جهانی و تجربه دموکراسی شکست خورده افغانستان ببینیم. حالا چرا مهم بود که اینا رو ما گفتم وقتی بر 8 مارچ و مخاطب زنان افغانستان هستن، زنان که دوست دارن حرفای من رو بشنون، به خاطر از اینکه امکان نداره شما وضعیت عمومی جامعهتان رو نبینین بعد در مورد زنان صحبت بکنین. میتونین ساعت‌ها در مورد مشکلات زنان صحبت بکنین، ولی او اگه در کانتکست امکانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودتان نگذارین در حقیقت فقط مثل ما سخنرانی کردین، در کار بیشتره. زنان با این وضعیتی که ما به او برسیم سوار یک کشتی شکسته هستند. اما ما با توجه به مبارزات اخیر زنان و دختران شجاع هرات، کابل، مزار که با شجاعت وصف ناشدنی سینه سپر کردن در مقابل طالبانیزم و خیزش بسیار به یک معنی خیزش تاریخی رقم زدن، به خاطر ادای احترام بر زنان میخوایم بگویم که زن افغانستان با تمام مشکلاتی که در جامعه و در مناسبات سیاسی داره، یعنی به هر حال بیمکانی که نصیبش شده، خب به هر حال کنشگران اوضاع جنسیت منظورم است دیگه، امیدوارم متوجه باشین که وقتی زنان میگیم کل زنان افغانستان، خب میلیون ها زن فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کنشگران اوضاع جنسیت هیچ راه جز مبارزه ندارن. این قسمت ما میخوایم با یک نقل قول به یک معنا ورود بکنم که چند پیش در فکر میکنم که در کتاب انسان ها در اصل ظلمت آن آرند خواندم و در بخش روزا لوکزامبورگ که میگفت که نمیدونم این نقل قول از خود آن آرند است یا به خاطر خواندم و یادم ذهن نیست، نقل به مضمون است یا از روزاست. به هر حال میگه که ما پیشتر مرده ایم
و اکنون در رخصتیم تا مبارزه بکنیم. وضعیت زنان افغانستان و کنشگران حوزه جنسیت در نیمی حال است. ما مرده ایم، میدانیم که درونن مرده ایم، در امکانات سیاسی و اجتماعی خود عملا اسب شدیم، اما جز مبارزه راه دیگر نداریم. اگر جز مبارزه راه دیگر نداریم، به نظر ما باید روش مبارزه خود و ایده های مبارزه را یک مقدار بازبینی بکنیم تا در آینده امکان پیروزی به هر حال یک مقدار روشن‌تر بشه و هی ما دوباره با شکست مواجه نشیم. ما به 3 وجه مبارزات زنان به صورت مختصر میپردازم که از جمله پاشناشیله هایشان هم بود و اگر بتونن نگاه مسئولانه و علمی برش داشته باشن، فکر میکنم که به عنوان یک امکان رهایی عمل خواهد کرد. نقش جنبش های اجتماعی، مخصوصا با خیزش هایی که اخیراً جنبش های اجتماعی در ایران انجام دادن، در افغانستان انجام دادن، پررنگتر شده و زنان یک جنبش اجتماعی هستند. شما میدونید جنبش اجتماعی یعنی مجموعه کنش جمعی است که به هدف تغییر جامعه یا بخشی از سیستم عمل میکنه و خب اهدافش بستگی داره که جنبش ها چه اهداف را دنبال میکنن. پس جنبش های زنان از جمله جنبش های اخیری که در افغانستان شکل گرفت، جنبش زنان یک جنبش اجتماعی محسوب میشه. اما خب قبل از اینکه من وارد این بحث باشم، پس یادم نرمیدم، پس برگردم به مسئله جنبش های اجتماعی. من یک نکته رو میخوایم اول روشن بکنم عاجل که من یک نگاه مشخص به مسئله زنان دارم. من احساس میکنم که وقتی در افغانستان سالها به این طرف اصطلاح زنان استفاده میشه، در نوعی از گفتمان مروج جنسیت در افغانستان بیشتر به صورت ضمنی به زنان اطلاق میشه که انگار که زنان در افغانستان وجود داشتن که یک هویت مستقل، فعال و کنشگر بودن. سوی تفاهمی که برساخته یا در واقع یک واقعیت کذایی بود که بعد از کنفرانس بن به سر زبانها افتاد و تا آخرم ادامه داشت. آنچنان که ما در 20 سال گذشته نقش زنان میگوییم، ما در واقع شمولیت یک جمع پراگنده از زنان با کمترین وجه تشابه و پیوندهای اولیه در ساختارهای دولتی میبینم که تنها وجه مشترکشان زن بودن بود. با وجود که خود عنصر جنسیت میتونه در واقع به عنوان یک عامل بنیادین شکل دی هویت‌های جمعی قلمداد شود، اما قرار گرفتن در یک موقعیت خاص تاریخی و اجتماعی است که جنبش‌ها را میتونه فعال بکنه. مثلا چند زن وقتی به لحاظ به شکل زن بودن بیاین کنار هم استاشن یک جنبش اجتماعی را شکل بدن و هدفشان تغییر بخشی از سنت ها، ورزش های جامعه باشه یا قانون باشه یا دولت باشه، هر چیزی که در نظر دارن، زمان این هویت جمعی شکل میگیره که در یک بستر گفتمانی خاصی، در یک مقطع تاریخی خاص قرار بگیرن. وقت جنسیت میتونه نقش خود به عنوان یک عامل بنیادین هویتی بازی بکنه. مثلا در مورد گفتار فمینیسم جهانی ما میدونیم که قبل از اینکه زنان مبارزات جهانی خود در 100 سال پیش یا 70 سال پیش شروع بکنن، قبل از او گفتار تجدد یا عقلانیت مدرن شکل گرفته بود. انسان به عنوان محور مباحث فلسفی و اجتماعی قرار گرفته بود و خود فرد به عنوان کسی که فارغ از اینکه به کجا تعلق داره و کدام مذهب است دارای حقوق و آزادی‌های است، این فلسفه به هر حال گسترش داده شده بود که در چنین بستر یا در چنین موقعیت تاریخی و گفتمانی بود که زنان خود پیدا کردن، گفتن اوکی، اگر یک مرد حق داره، واضح بگم، خب ما هم حق داریم. اگر ما انسان هستیم، ما هم حقوق و آزادی های داریم. چنین موقعیت عینی تاریخی در افغانستان متاسفانه اتفاق نیفتاد که ما بتونیم به زنان یک در واقع یک هویت مستقل، فعال و کنشگر در 20 سال گذشته خطاب بکنیم. به دلیل از اینکه آنچه که در 20 سال گذشته اتفاق افتاد یک جریان از دموکراسی خواهی به شدت سیاست زده و کذایی بود که هیچ کدام از بازیگرانش، نه زنان نه مردان، واقعی نبودن و بیشتر یک پروژه فسفود شده، یک پکیجی بود که قرار بود از بالا و پایین در جامعه افغانستان تطبیق بشه و خب یک تعداد نفع بردن، یک تعداد پولدار شدن، یک تعداد صاحب نجات شدن، اما در واقعیت عینی افغانستان، در مناسبات عینی افغانستان تأثیری به وجود نیاورد. مبارزات تنهای بسیار غم انگیز زنان در خیابان‌های کابل و هرات و مزار در 3 سال قبل
نزدیک به 3 سال قبل بر ما گفت که ما چقدر تنها هستیم و چقدر این بحث‌های انفرادی ما زنان و جامعه در تقابل با جامعه ما و شما را از یک موقعیت عینی و مکانمند و گفتمانی جدا کرده است. به هر حال من این تکلیف خود با واژه زنان چی کردم تقریبا با می اصطلاح به یک معنا روشن کردم که هر جایی که من از زنان مخصوصا در 20 سال گذشته گپ میزنم اصلا هدف ما یک هویت مستقل کنشگر فعال نیست. یک تعداد هستند که به هر حال نفع بردن از اونجا، یک تعدادی هم از این سنگین را در این راه مبارزه متحمل شدن. نکته بسیار مهمی است. برمیگردم پس به بحث جنبش های زنان. جنبش های زنان در افغانستان شکل گرفته، اما به نظر من باز هم یک ماهیت وابسته و اتکایی داره، یک ماهیتی که خارج از مناسبات فکری و فلسفی و سیاسی افغانستان شکل گرفته. به دلیل از اینکه ما بتونیم همین ماهیت هستی شناسانی مستقل زنانه به یک معنا بفهمیم که چی هسته. بحث ما اون تیجوی تاوتر نیست که هر جو کنشگر فمینیست از غرب پول میگیره و نمیدونم توسط عروسک خیمه شب بازی غرب است. اون بحث های سرچوک آمیانه رو بگذاریم یک طرف. بحثی که ما میکنم که چرا فکر میکنم که ما ماهیت مستقل نداریم این است که به هر حال به بحث بنیادین خود برمیگردم که در مجموع زنان بخشی از جامعه فرهنگی یک اجتماع هستند و متاثر هستند از وضعیتی که در اونجا جریان داره. به هر حال من فکر میکنم که ما توان و قدرت مبارزه خود از بیرون میگیریم. یعنی اگر امکان اگر حمایت نهادهای بین المللی و دولت‌های عامی چه کوتاه مدت چه بلند مدت نباشه، ما امکان بقا و تداوم در داخل مناسبات سیاسی و اجتماعی افغانستان نداریم و به شدت تنها هستیم. و این تنهایی، نمایش تنهایی غم انگیز ما چیزی بود که ما در خیابان‌های کابل و هرات و مزار به هر حال دیدیم. بی‌دلیل نیست که اصطلاح جامعه بین المللی یکی از پرکاربردترین اصطلاح در مباحث جنسیت در افغانستان است. امیال هم و اینجویزم یکی از پرکاربردترین نوع سازمان یافتگی در بین احزاب، جنبش های اجتماعی و سیاسی زنان و مردان در افغانستان است. به دلیل از اینکه ما متکی به بیرون از خود هستیم، معطوف به بیرون از خود هستیم و هر توان و انرژی خود از بیرون میگیریم، ما میتونیم بفهمیم که ما باید حمایت بشیم. جهان دهکده کوچک است، همه محور ارزش‌های مشترک با هم می‌نشینن، یک تعداد حمایت میکنن. اما اتفاقی که در 20 سال گذشته شاهدش بودیم حداقل بر جنبش‌های زنانی بود که در واقع که زیانبارترین پیامد این وابستگی بی‌اعتنایی و بی‌پروایی جنبش‌ها و کنشگران زن به کسب مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بوده که این به نظر من این همه اتکا به بیرون اصلا نرمال نیست و برمیگرده به ضعف و ناکارآمدی های جنبش زنان افغانستان که هنوز هم رقابت از روی استیج هایی که جامعه بین المللی برشان میده، روی جایزه هایی که برشان داده میشه، ولی در لحظه به این که با مردم افغانستان و مناسباتی که در اونجا جریان دارن چی باید بکنن، چه راه تعامل جستجو بکنن، چگونه مردم رو با خود همراه بکنن، چگونه انجارسازی بکنن به عنوان یک جنبش که عام مردم و توده مردم بتونن مسئله یا گفتمان زنان در سطح یک گفتمان ملی ارتقا بدن، در لحظه فکر نمیکنن به دلیل از اینکه همه چیزشان توسط این غربی های خوشگل سفید نمیدونم برشان فراهم میشه و متاسفانه مسئله بسیار کلان است. سریع میرم سر بحث بعدی خود. ایده محوری جنبش های زنان در افغانستان که مبارزه با مردسالاری است، به نظر من جا داره که انکشاف داده بشه و اصلاح بشه. آنچه که ما به عنوان در واقع ما یک درک معدودی از ما نمیدونم شاید یک تعداد هستن که این درک وسیع دارن، اما ما میخوایم در مورد قاعده ها صحبت کنم. قاعده در افغانستانی بوده که یک دوگانه زن و مرد وجود داشته و این دوگانه در معنایش خیر و شر بوده، معنایش دیو و فرشته بوده. این یک وضعیت گفتمانی تقابلی را ما تشدید کردیم در جامعه افغانستان، گرچه که تقابل به صورت عینی وجود داره. میدانم زنان سرکوب میشن، زنان ابژه ستم تاریخی هستن، اما خب وقتی شما به عنوان یک
امر سیاسی یا یک سوژه سیاسی وارد میدان میشه، نباید در امتداد گفتمان تاریخی و مرد سالارانه قرار بگیرین. شما باید حرفتان جدید باشه، نظم را که معرفی میکنین چیز دیگه باشه، یا حداقل و بس به صورت کلیش نگاه بکنین. توضیح ما در مورد این مسئله ای است که مرد سالاری یک شکلی از گفتمان تاریخی سلطه و استثمار در جهان است که نه تنها زنان بلکه کل بشر را در نوردیده است. مثال واضحش برخورد جوامع سنتی یا دستراستی و مردانه در قبال خانواده LGBTQ در قبال خانواده رنگین کمان هاست. کسانی که خدا دیگه زن تعریف نمیکنن، مرد تعریف نمیکنن، اما جامعه سنتی، جامعه گرفتار به یک معنا مرد سالار چیکار میکنه؟ با او این برخورد میکنه که با یک زن میکنه، با کسی که حتی خود زن نمیخونه. این نشانه ای عزیز که ما باید بفهمیم که ما نه تنها با مردها روبرو هستیم، بلکه عنوان سوژه نظام مرد سالار که با یک نظام روبرو هستیم و در تقابل با همچنانه که ما به عنوان یک سوژه فعال کنشگری در مقابل سوژه ستمگری که مرد باشه قرار میگیریم، نباید خود در تداوم یا در واقع سوژه نظام مرد سالارانه قرار بگیریم. مؤلفه یک نظام مرد سالار ستمپیشگی است، برتری طلبی است، نمیدونم اقتلافی است، ستم است، تمام آن چیز اینا یک مؤلفه جمعی است که کل ما شما در بر میگیره. پس یک زن، ما بحث من است که یک مردها سوژه و ابژه نظام مرد سالار و پدر سالار هستند، زنها ابژه بالفعل هستند اما در حقیقت سوژه بالقوه هستند. یعنی اگر متوجه نباشن که نظم مرد سالاره در خود عمل میکنن و این از این وضعیت تقابلی بیروشن و کل این نظم نشناسن، خودشان هم میتونن سوژه تداوم نظم مرد سالار باشن. مگه ما کم زن فساد پیشه که جزء مافیای قومی بودن، جزء مافیای اداری بودن؟ مگر ما کم زن بی سواده که من نمیدونم یک عالم تضاد فکری در مورد مسائل بنیادین مثل عدالت، برابری داشتن که مثل مردها در افغانستان تمام خصوصیات فرهنگی و سیاسی را از خود بروز دادن که مردها دادن، به دلیل از اینکه در چاله نظام مرد سالار افتادن، فکر میکردن که با مرد سالاری مبارزه میکنن، با مردها مبارزه میکردن. بله صدای بلند در فضای مجازی بودن، بله در مورد زنها بسیار میدانستن، اما در مورد بخشی از نظام مرد سالار که در خودشون به عنوان یک امر فرهنگی وجود داشت، در خودشون به عنوان یک سوژه فرهنگی داشت، به هر حال نهادی نشده بود، غافل بودن. به همین خاطر من زیاد تفاوت میان کنشگران زن و کنشگران مرد من نمیدیدم. در حقیقت فقط تفاوتی بود که مردها در اون هرم تقسیم قدرت به لحاظ تسلطی که بر رأس هرم داشتن بیشتر ستم میکردن، اما بنیادهای فکری و عملکردیشان به نظر من یکی بود. بازم من گفتم که قاعده استثناءات وجود داشته، زنان زیاد واقف بر مسئله نظام پدر سالار بودن و از این دوگانه مرد و زن خیر و شر گذشتن و اون هویت فرشته خوی در خود حفظ نکردن. زنی که محافظ از هر نوع مسئولیت پذیری، زنی که هر کاری که دلش میخواد صرفا به دلیل از اینکه سوژه ستم قرار گرفته بر جامعه بکنه، بر مناسبات تعمیل بکنه، از این نقش بیرون شدن. نقش و پیشتر من یک مسئله رو گفتم که ما باید مسئول پذیر باشیم، ما باید کنشگر باشیم، ما باید قادر باشیم که نظام های اجتماعی سیاسی رو دگرگون بکنیم با خودمون. در اینجا است که وقتی از این نقش فرشته شما بیرون شین و خودتان بخشی از یک نظام فاسد پدرسالار ببینین، بر تغییر این نظام کار خواهد کردین. عاجل بحث آخره که در 2 دقیقه جمع‌بندی میکنیم. میخوایم بگم که یکی از چالش‌های مبارزات زنان در افغانستان مسئله سازماندهی و تشکیلات است. شبنم جان قبلا اشاره کردن این نکته بسیار بسیار مهم است و شما هم میدانین که تشکیلات مهم است، اما مسئله چیست که ما زنان حتی بهترین ها منظور می که مدعی ترین های ما هم اتفاقا 4 روز هم کنار هم قرار نمیگیریم، با وجودی که اهداف مشترک داریم، درد مشترک داریم، رنج مشترک داریم، اما به عنوان یک گروه اجتماعی کمتر مثلا اهل کنشگری اجتماعی میشیم یا قادر به این میشیم، به دلیل از اینکه ما به رهبری دموکراتیک باور نداریم و بیشتر مادرخواندگی زنان را به عهده داریم. بر زنان و دختران دیگه که باید در جنبش‌ها
بر مبنای صداقت، بر مبنای اعتماد به توانایی هایشان ظرفیت کار جمعی را گسترش بدیم. ما برشون معلم سرخانه میشیم، ما برشون فلسفه درس میدیم، ما برشون نمیدانم برشون به صورت ضمنی باز هزار زبان میگیم که ما از تو تواناتر هستیم، ما از تو داناتر هستیم، پس من را به عنوان رهبر انتخاب کن. اوکی، جنبش ها نیاز به رهبر دارن، ولی رهبری دموکراتیک مؤلفه‌ای دارن که زنان افغانستان باید در جنبش های که به وجود میارن به او توجه بکنن و وی است که امکان رشد و ظرفیت سازی را بر تمام زنان به اساس اعتماد و به اساس یک ایده برابر فراهم بکنن و دیگه نقش معلم سرخانه را در واقع برشان بازی نکنن. اگر جنبش های زنان تانستن، یک دقیقه دیگه، اگر جنبش های زنان تانستن امکان انسجام درونی را بر خود فراهم بکنن، من فکر میکنم به این بحث بیشتر اشاره کردم، امکان انجارسازی هم به وجود خواهد آورد. یعنی که جنبش های زنان دیگه در انسجام و در حمایت مردمی شکست نخواهند خورد و در درون یک جغرافی مشخص با مناسبات امکانات فرهنگی و سیاسی جای خود به عنوان بخشی از تغییر اجتماعی پیدا خواهد کردن. هدف من این است که میخوایم بگویم که با سطح از سرکوب وحشتناکی که طالبان اعمال میکنه، ما نیاز به یک درجه بالاتری از انسجام و هماهنگی داریم، با توجه به یک بازبینی جدی به ایده اصلی ما، یعنی مبارزه با مرد سالاری و راه جستجو کردن راههایی که ما رو بتونه هم به لحاظ شناسانه هم به لحاظ مادی از بیرون از مناسبات افغانستان در واقع بی‌نیاز بسازه. تشکر از شما. معذرت میخوایم از تمام مخاطبان که وقت زیاد از شما گرفتم. به هر حال ما زنای افغان دل پره داریم و هر وقت که تلویزیون دست ما میفته بسیار گپ میزنیم. ممنون از شما.